صبح صادق امروز ما هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیونی ورزش با همراهی هیئت منتخب تاجیکستان طریق خطسیر چارتری برای بازی دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2026 در گروه جی به شهر اسلام آباد پرواز کردیم. برای بازی مقابل پاکستان سرمربی تیم ملی تاجیکستان پیتر شگرت 24 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 دفاعگر، 10 نیم محافظتگر و 4 حمله‌گر را به هیئت تیم ملی شامل کرده است. همه فوتبالبازان در فرم خوب ورزشی قرار داشته برای بازی با پاکستان دو تمرین‌های دست جمعانه را در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر کردند. قبلا منتخب‌های تاجیکستان و پاکستان دو مرتبه با هم بازی کرده بودند که در هر دو واخوری ملی پوشان ما موفقیت به دست آوردند. پس از 1.5 ساعت پرواز هیئت منتخب تاجیکستان به فرودگاه بین‌المللی شهر اسلام آباد فرود آمد و امروز بگاهی نشستی مطبوعاتی پیش از بازی میان منتخب‌های پاکستان و تاجیکستان در دایره بازی دور دوم مرحله انتخابی جام جهان 2026 صورت میگیرد و البته تمرین‌های پیش از بازی منتخبان نیز صورت میگیرد. یادآور میشیم که در دایره بازی دور اول منتخب تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه در حضور 13650 نفر مخلص مقابل تیم ملی اردن مساوی 1-1 بازی کرده بود. در فرودگاه بین المللی شهر اسلام آباد راهبریت و هیئت منتخب تاجیکستان را جانب پاکستان گرم و صمیمی و با رسم و رسوم ملی استقبال گرفتند. یادآور میشیم که بازی منتخب‌های پاکستان و تاجیکستان در دایره دور دوم مرحله مقدماتی جام جهان 2026 در گروه جی روز 21 نوامبر ساعت 14 در ورزشگاه جنه شهر اسلام آباد صورت میگیرد.